سلام بچه ها، مستر لوکی هستم. خوش اومدید به یه ویدیو رنک اپ. امروز با رنک اپ 2 ستاره یا 3 ستاره رو داریم. بریم ببینیم چی میشه. امیدوارم تایم ویدیو زیاد طولانی نشه چون آپلودش خیلی طول میکشه. بسم الله، خدا به امید تو. یه نکته هم بهتون بگم، اگه 50 تا سابسکرایب داشته باشم بین بهترین کامنت ها قرعه کشی میکنیم، انتخاب میکنیم، به برنده 200 جیم با آیدی میدیم. تو این بعد رنک اپ هم اکانت هم سعی میکنم یه کوچولوشو بهتون نشون بدم. بسم الله. خب همونجورم که میبینید تازه مقام گرزارم آوردم. 20 گرزا. خب هیچی نمیگیرم. سعی کنید تو کلش اولین راند هیچی نگیرید. راند دوم لازمتون میشه اگه اسکوادتون باخت. اسکوادمون متاسفانه امروز آن نشدن بریم با هم آب کنیم ببریم بالا. خب ادامه بدیم. با یو اس پی هم که خیلی سخته. منتظرم اون یو اس پی میتیکه دوباره بیاد برم اونو بگیرم. روی سومین بار که اومده بود اون سری شانس هم زیاد خوب نبود. خدا وکیلی دیدید کیل خوری در چه حد. وای زد. دیدید یه اون ثانیه هم که زد پینگ رو 212 بود. رفت رو 220. داره چند ثانیه کوتاه. داداش آخه سر تو اینه گاو انداخته داره میره چرا. شماره 2 عزیز بیا اینجا. کیریا اول فصل نزدیک. امروز روز قبل چهارشنبه سوری هم هست. حتما از ویدیو ترقه هایی که میزنم آپلود میکنم. امیدوارم خوشتون بیاد. خب سیبه کم که این داشت اون کاری نمیتونه بکنه. البته یکیشون ناکه مهزاران داره میزنه. واری کلا. خب بریم برای راند دوم. الان اونی که من میتونم انتخاب کنم یه MP40 میکشیم فعلا بریم جلو. MP40 قرمز هم دارم. پاورش 2 خط دقت، 1 خط دمیج، 1 خط هم از مگنزین کم کن. مگنزین هم که همون خشابه قطعا بلدید میدونید. ظاهرا با این تایمی که داره پیش میره فکر کنم 2 ستاره رو بتونم رکورد کنم واسهتون. آپلودش خیلی طول میکشه. حالا ادامه بدیم ببینیم. یا حضرت عباس M60 یا حالا برش کن باز نمیکنیم ادامه میدیم. اوه تنها نموندم. داشمون همه رو با M60 زد. منم میزنم. من دستم گرم نیست میخورم من ازش. خب 1-3 خیلی عادلانه. دیدید دیگه خدا وکیلی دیدید دیگه تا جام زدم خوابون رو هدم. کدومشون نمیشه این نه تلافشو در میریم زمان هرس نماد بخور. خب یه G36 برمیداریم یه قارچ هم میگیریم بریم موزه کمپری. G36 هم 2 تا حالت داره. حالت اول رنج اگه اشتباه نکنم حالت دوربردشه. حالت دوم اسیو طوله نمیدونم چی بود دقیق نفهمیدم. حالت هجومیشه. خب من همیشه همین کار میکنم تو مپ کالاهاری. میایید این گوشه کشی و خیلی نرم یواش میرید بالا. یواش الان پینگ هم رفت رو 344 96 یهو میاد پایین. خب اینجا بعضی وقت گیر داره. یه اسکوپ بگیرم. بله اومدیم بالا. میخوام ببینم رو اسیدیز بود. زدمش. بذاریم اسیدیز بریم داخل.
تا یاراشو نگرفته. ای وای هده 75 تایی هم خورد و بالاخره کیل شد. خب راند فعلا 2-1 به نفع ماست. جی سی 6 رو نگه میداریم میندازیم گان دوم. الان هم میتونیم مکسیم فعلا کاتانا و سوپر مدکیت رو بگیریم. آپگرید چیپ هم داریم به نظرم ام پی 5 برداریم، یه یخ هم بگیریم، یه وست هم بگیریم، ام پی 5 رو 2 خط میکنیم. جی سی 6 هم رو نزدیک زن بزنیمش رو دور زن. کاتانا هم 3 تا اسکین متیک دارم، شما داخل کامنت بگید کدومشو بذارم. یه دونش مال همین ولنتاینه که تازه اومده بود، یه دونشون دراگون تو استوره. ایوه زدنش دوستان. خب ایوه چرا نخورد؟ آها حالا خورد. نمیدونم ملت چرا هم سونیا رو برمی‌دارن. سونیا شد 2 ثانیه تازه، اگرم بزنیش بازم کیل نمیشه. خب 3-1 شد. راند آخره. تایم ویدیو فعلا خوبه، فکر کنم 2 ستاره رو بتونیم راحت رکورد کنیم. خب پرفایلمو 3 خط میکنم، جای جی سی 6 ام 14 میکشم. یه وست تعمیر کنم، میگیریم وستمون رو تعمیر کنه. این بچه ها باز میتونم مثلا بگیرم. یه وست 3 در و داغونی رو زمین بود. بریم ادامه بدیم. این M14 هم پاوراش خوبه، اونقدر بندیست، 2 خط دمیج، 1 خط رنج. این MP5 به منم تک ریت، 2 خط هم دقت داره مثل MP40. دمشیه نمیدونم چجوری من با ایسی 8 تونست بکشه بالا. خدا وکیلی شما دارین. کلش هم این سیزن خیلی جیتر افتاد. من فکر کنم آخرای این سیزن داریم نزدیک میشیم. من تونستم ببرم هیرو، الانم دارم سعی میکنم ببریم الایت. خوب ادامه بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. صدا پا داره شماره 3. این پت میمون هم خیلی خوبه واسه پرتاب نیت. ما یه رکب کلک رشتی بزنیم به این داداشمون. بله پایین. بله 4-1 زدیم. خب بریم یه تغییر ست بدیم. اکانت هم آخر ویدیو نشون میدم بهتون. 16 ستاره. امیدوارم زودتر بتونیم بریم الایت. جمعه هم واسه تون یه ویدیو رکورد میکنم، فکر کنم تا اون موقع الایت باشم. خب بالاتنه که اونو عوض کنیم. 93 تا بالاتنه دارم. فعلا نما جزئی داریم بالاتنه هم. نمیدونم این اکثر اینه که با جمن چرا میرم پایین درک نمیکنم. 3 تا هم بویا پس داره. این یکی هم مال اون تاپ یه دونه جمع اگه یادتون باشه. اینم توی با این توکن ها فکر کنم میشد خریدش. این 3 تا رو با این توکن ها بود. خب ادامه بدیم. بریم یه ستاره هم آف کنیم و یه نمایی هم از رو اکانت هم داشته باشیم. اکانتم تا اینجا بهتون بگم M4 و ایکش خیلی ضعیفه. به بالاخره تامسون، خدا شکرت. ویدیوشو واسهتون آپلود نکردم. من فکر کنم تامسون لولیو گرفتم بردم لول 5. آپلود نکردم. فکر کنم من رو گوشیم دیلیت شد. شرمنده‌تونم. تستش هم حالا بعدا انجام میدیم یا داخل این ویدیو یا ویدیوهای دیگه. این کاراکتر قانونم خیلی خوبه آقای به نسبت. نگاه نکنید من نه چیت دارم نه ایم دارم. نگاه کن فینش. اصلا با کاتانا هدشات معنی نداره تا اونجا که من میدونم. هیچ جوره تو کتم نرفت این حرکت این دوستمون. ولی خب واخ 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 همون از اینا که سعی دارم وانشات بازی کنن اما نمیتونن. نمونهش هم یکی خودم. خود طرف داره وانشات بازی میکنم، اونی که جلوش داره راش میده فشاری. نگاه کن
من نمونش این بازی کن. داداش یه زحمت بده به خود، پاشو اوریون. آها بله، یه ایس زیبا. این تیشرت رو من دارم، داخل اون شورت ویدیو گذاشته بودم. خب یه تامسون بگیرم با یه یخ، 2 تا یخ البته میشه. تامسون لول 5. گفتم اول ویدیو اگه به 50 تا برسم به بهترین کامنتی که انتخاب بشه 200 جیم با آیدی میزنم. خب ببینم دمیجم چقدر، مقدار کیلم هیچی، 0 خام. بریم این بالا. همه جمع شدن این ور. فکر کنم بالا هم بقیهشون برم بالا بپرم و پشتشون در بیام. فکر کنم دوستان زدن دیگه، تمام شد. رفتیم رانده بعدی مستقیم. یه داداشمون هنوز اونجا هست. خب زدیم. این دنس هم خیلی خوبه، این دنس هایی که هیچ وقت تمام نمیشه. یعنی شما یک روزم داخل گیم بمونی تمام نمیشه. خب الان من اینجا میتونم M4 دیزرت یا XMش برمیده. این XMش به لولی میرسه، لولی هم تو برخی جاها بهتره. حالا شماره 3 هم داره. دوریت پاورش یه خطم از مگنزین کم میکنه، خوبه. اون XMش این کار اگه یادتون باشه یکیشون هم این پاور دوریتو داشت. خب بریم اونور ببینیم چه خبر. بالاست رو بچه ها آتیش گرفت. ای وای کی بود زنگ زد؟ حالا مهم نی، ادامه میدیم. پینگم 999. بله حدس میزدم زده باشن، خدا لعنتش کن. فکر کنم هم کلاسیم بود. این اومد یه تنه تر زد قاطی رنکاپ. خیلی هم بیکارا، انقدر داشت میشه داخل گیم. از آپدیت مکلارن فکر کنم داره بازی. اون روز اکانتشو داشتم میدیدم، مکلارن هم داشتش روی کش. داداشم چرا یو ام پیشو انداخت؟ 2 تا دورزن داره. بله ظاهرا چالش میخوایم بزنیم، ویدیو هم کوتاه میشه. خوبه. فعلا آمار برای من خام، من فقط هیچ نقشی ندارم، من فقط دارم استفاده میکنم. یه ای دبل سایلنسر نمیدونم جدیدن چرا ای دبل داره کند میکنه. آن تامسون رو بردارم، لازم میشه. این دوستان دارن ای نمیتونم ریکوست بدم یخ بگیرم. خب ببینم میتونم برم بالا. اینجا این ور بود راستی. اینجا باید 2 نفر باشیم، یکی باید پیشینه تا من برم بالا. صد 59 تا ویدیو این ای دبل هم فکر کنم واسهتون آپلود کردم، رو گذاشتم داخل چنل. ای دبل هم یکم ضعیفه به نظرم، کار خودم رو میگم وگرنه اسکین ای دبل که خوبه. اسکین ای دبل من الان به جرئت کسایی میشستم موبایل پلیرن از منم بهترم. منم خودم الان دارم داخل موبایلم پلی میدم. دیدید باگو یهو از ساختمون رفتم بعد اومدم بیرون، من منطقشو درک نکردم. ولی خب این نیز بگذرد. 14 دقیقه شده ویدیومون. خب یه تامسون میتونیم بگیریم بازم با 3 تا یخ داریم. خیلی دوست دارم وان تپ بازی کنم، اون اسکواد روبروم متاسفانه همشون
فشار دارم میدم تو من. خب مت بزنم. در این ور یارو خطکش گذاشته بود رو. بریم از این ورش در بیاییم. شماره 4 هم که نتش رفت. حالا ما داریم 3-4 راش میریم علنا. اینقدر بدم میاد این کامبک های 4-3 یهو انگار اسکوادشون چیز میشه. این از اونجا تا اینجا با تومسون زد. خدا وکیلی انگار اسنایپ بود. منطقشو درک نکردم دوستمون. داشتم اونم یونپی ساکورا. یونپی من این دوره یه خط ریلوده. پاورش مثل همون یونپی اینکو اما اپیکه. مال چیزم بود این یونپی اومده بود داخل گیم فکر کنم بویا. پس یونپی خودم میگم مگه ساکورا که بود. فانتوم طلایی هم به زودی ویدیوشو میگیرم میذارم واسهتون. امیدوارم بتونم بگیرم. اونم فکر کنم آخر هفته بتونم واسهتون آپلود کنم. همونطور که میدونید الان آخر سال. فردا هم که چهارشنبه سوریه. خاله شد 2-2. ببینید الان من 400 میبازم. میشناسم این گیم دیگه. یهو پلیر شد. منطق داره اونم چه منطقی. خب یه وودپکر بگیرم با یه یو ام پی. یخم که نمیتونم بگیرم. من چرا قارچ خریدم. قارچ هم پس بدم. خب خرید میگه. وودپکر هم لول 3. این یو ام پی رو میگفتم بهتون. خب بریم ادامه بدیم. ویدیو تا اینجا 17 دقیقه و 15 ثانیه شده است. یا حضرت عباس. تا میخواستم یخ بزنم زدن نامردو. اسکین امدم به زودی اون اسکین امده مجید کیوبو میگیرم. فقط 7 تا میخوام. اون ایونت ماه رمضانی هم که اومده 25 تا میده بهم. خوبه اون امده. پاورش چقدر دمیجه. خط هم دقیقته واسه وانشات خوبه. نگاه کنید الان بازی میشه. من الان اعصابم خورد میشه. میبازیم. نگاه خب منطقشو من درک نکردم. چه جوری اینجا تا اونجا با یه دبل هد زد. اونم با این دقت. نمیشه دیگه. دبل سایپ نه بر نمیدارم. یه گروزا میکشم. این دست خط وستم بگیریم. یخ آرچ دیزرت. خب 18 دقیقه شد تا به اینجا ویدیو. آخر شب فکر کنم بتونم آپلودش کنم. موقع که سرعت ترافیک اینترنت کمه. خب ادامه میدیم. خب این نیت بذارید من بندازم ببینیم. خب یه 112 تا خوردن. با فایر بذار بکارم. دو تا هدشات ناب. آخ 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 آخ. شماره 7 عزیز. جون مادرت بزن. دمت کرد. دمت کرد. خب بریم این نما کلی هم از اکانتم ببینیم. 17 ستاره شدیم. خوبه. خوبه خیلی خوبه. خب
اول از همه میریم سراغ قسمت جالب گانا. M4 طبیعت هم 40% پر کردم. این M4 مزخرف رو دارم، مهم نیست. AKM اسکینش به در نمیخوره. M14 اسکینش خوبه. اسکارم خوبه، خدا وکیل خیلی خوبه. این اسکارم دارم. همین اسکار متیکش سبزش بود تو گردونه فکر کنم، تایتانا رو میگم. گرزام لول 4 همونطور که دیدید توش مقام دارم. فاموس هم به در نمیخوره. XM8 هم دوریته. این 94 هم دوریته. پلاسما فکر نکنم کمتر پلیری واسش اسکین داشته باشه. ایوجین به درد نمیخوره. پارافال هم تک ریت خوبه. کینگ فیشر هم که واسش باکس گرفته بودم اون اپیکا فکر کنم 20 تا هیچی نداد بهم، فقط اون دیزرتش پر کرد. G36 یه دونه اینو دارم، این واسه تاپ باپ بود. اینم که رایگان داد خود بازی. اسکاس این واسه بویا پس. اسویدی هم که اینو دارن اکثر پلیرها. وود پکر هم لول 3. AC80 هم تاپ باپه. واسه ساتیرام اسکین ندارم، فقط کرده خیلی خوب میزنم باش، خوبه، ساتیر خوبیه. UMP هم UMP کاستوم و UMP دوریت هم. MP5 هم که تک ریت و تک دقت. خب MP40 هم که یه خط دمیج 2 خط دقت. P90 هم 2 خط دقت 1 خط موومنت خیلی خوبه. تامسون هم لول 5. ویکتور هم به درد نمیخوره. مکتن هم برای بویا پس این سیزنه. همطور هم که بهتون گفتم 10 برفیه رو میگیرم. تنها اسکین آبی دلول تا به اینجا این فکر کنم این بود، واسه GM ساعتی بود دارم اینو. بوستر شارژی هم که سیزن 38 این هم واسه بویا پسه. ای دبل هم که ویدیو گرفتم واسهتون. این امیدوارم که دائمیش بیاد داخل این، یعنی تو استور باکسش بیاد بتونیم بگیم. این پشت یخزن هم فکر کنم مال جیم ساعتی 2 خط دمیجه. خب تو قسمت پیستولا این از تو استور خریدم، منتظر اون متیک همز هستم. این دیزرته. 500 هم که 1 خط دقته. اینا هم که واسه خود رنگ بود. مینیوزیم هم مینیوزی 2 تا اسکین دارم، یکیش رنج داره یکیش موومنت و رنج داره. این هم که اون اپیک زمان دائمی نداد. هیل پیستول هم مال همون جیم ساعتی هست. خب میریم روی قسمت مایتابه ها. مالا قورباغه رو داریم این سیزن، پس قورباغه سال چینی. بویا پس دین میگم بویا پس خدا شفا بده. اینم مال گردونه دینوه. اینم تاپ اپ بود. این دوتا هم مال بویا پسه. اون فرنم نخواست داده، حالا مهم نی. خب اینم که مال کتابه. خب حالا رسیدیم به این قسمت کاتانا. یکیش که این ولنتاین است، اینم که داخل استور اومده، اونم مال کتابه. خب اینو شما داخل کامنت بگید کدومش بذارم. خب این از حضرت اسرائیل هم که این اسکین متیکو داریم. این دوتا هم که رایگان خود بازی داده. نایف هم این مال تاپ باپه. اسکین فیست نداریم. 10 تا نید داریم. نیدا هم همه بویا پسه به جز این. یخامون هم که اینه. اینو یکی فرندم داره خرڅ کرده، خوشم نمیاد زیاد بدن نمیشه. اینم همینطور. خب اینجا هم که هیچی. حالا میریم رو قسمت لباسا. 2 تا ست کامل دارم. موام که همونطور که خودتون میبینید این موال ست موتور سواره. خب اینم مال محرم زور پارساله یادمه. دلولش هم میخواستم میرم نتونستم چی شد یادم نمیاد دقیقا. خب اینجا هم که اینم همین ست معروف. خب اینجا فقط این موشو داریم از این ست. خب بریم پایین تر. رسیدیم حالا به قسمت جذاب ست ژاپن. بویا پس این سیزن هنوز کاستومش نکردم. بویا پس سیزن قبلی. ست کوبراه. اینم رایگان اومده بود، من تونستم بگیرمش، بعد توکناشو جمع میکردیم. این ست هم دارم. موتور سوارم که بهتون نشون دادم. خب اینم که ماسک تاپ اپ بود. اینم که رایگان داخل ایونت اینوسوکه اومده بود. اینم داخل گردونه قبلی بود، داخل گردونه همین سته توی که باکس ها. این ماسک هم تاپ اپ ریش تیوبری و داخل گردونه توکنشو جمع کردم گرفتم.
این ماسک هم مال همون گردن. تتو این تتو جدید فانتوم طلایی، تتو بویاپس قبلیه. بالاتنه ها که بهتون نشون دادم این مال گلد رویاله، این هم مال آفری بود که چندی قبل اومده بود، اینم بهتون نشون دادم. از اینم فقط بالاتنه‌شو دارم. خب اکتاشو نشون دادم بهتون دیگه. راستی اینم تازه اومده بود، اینم دارم. این رو هم دارم. اینم فقط این دارم. شلوارشو کلیم نکردم، حواسم نبود، زدم اسپین شد. خب از اینجام که اینو امروز گرفتم. اینم که آفر همراه اون UMP آورده بود با هم گرفتم. لباس فوتبالی پافره، شلوارم مهمترین برزیلیه. بقیه هم که نشون دادم بهتون. این شلوارم خیلی دوست دارم بعد برزیلی. هری هم که همه پلیر دوست دارم. اینم هری مناطق محروم، هری صورتی. خب کفشم کفش بالدار. اینم مال تاپ آپ بوده. ویدیوم 25 دقیقه شد، خوبه به نسبت. دنسا هم که یه دونه قورباغه است، اینا سوکه، دنس کتاب، اینا هم که رایگان. این مال ایونت اسکورپیو، همون موقع که اوریون وارد گیم شده بود تازه. بگم هم اینا رو دارم. 8 متی که ما بقیه پیکه بگ یوتیوبری. چتر کوبرا، اینم چتری که داخل گردونه ولنتاین اومده بود. خب جتام هم که این مال کتابه بهتون نشون دادم. لوت باکس هم لوت باکس بویاپسه، لوت باکس وودپکر لولی و گروزا لولی. اسکیت بوردم هم که اینو دارم، اینم دارم. این امروز گرفتم، این جدیده به نسبت خوبه، تستش هم کردم. ماشین هم که زیاد مهم نیست، من به اسکی ماشین زیاد الان اصلا تو مپ تا حالا فکر کنم سوار ماشین نشدم، مهم. خب داخل این بخش 3 تا سنگ داریم، 2 تا بنر مکتن، یه دونه ای دبل، یه دونه MP5، یه دونه P90، 40 تا مال این بویا پس اسپین زدم واسه گردونش نداد لعنتی بهم. خب 18 تا واسه این بویا پس خودم دارم، به زودی ویدیو کاستوم کردنشو میگیرم. خب چیز دیگه ندارم بهتون نشون بدم. این نمای کلی هم از گانام داشته باشیم. 3 تا گان لولی، 20 تا متیک، 25 تا اپیک، 40 تا آبی و 12 تا هم سبز. امیدوارم که تا اینجا ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو من سابسکرایب کنید. منتظرم 50 تا ساب داشته باشم تا اون قرعه کشی هم انجام بشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. فعلا خدا نگهدار.